فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری پرسیدن که من ساعتی که روزه دارم که میخوام وضو بگیرم دهنم پر خون میشه، الان چیکار باید بکنم؟ از نظر شرعی این خون یکی از مواردی هست که جزء نجاسات تعریف شده. در حالت در روزه و در غیر حالت روزه به هیچ عنوان بلعیدن و فرو بردن خون جایز نیست. خونی که از لثه بیرون میاد اینو باید بیرون بندازن. و در حالت روزه اگر ایشون یعنی ناخواسته این کار را کرد بدون اطلاع و نمیدونست که لثه‌اش خون اومده و آمیخته شده با لعاب دهانش اینو فرو برده، اشکالی ندارد و روزش باطل نیست. اما اگر عمدن این کار را کرد و میدانست که خونی در دهانش جمع شده و اینو فرو برده، در این صورت روزش در واقع شکسته و یک روزی رو باید به جای این روزه بگیرد.